سلام قوری قوری جون، اومدم خرید. به سلام خانم کوچولو، خوش اومدی. شامپو میخوام با صابون، محصول قورقوری جون. بفرمایید اینها برای کوچیکا و بزرگا. مایه ظرفشویی داری؟ بله ریکا بفرمایید. برای بهداشت پوست کرم داریم چه خوشبوست. برای تمیزی دست ژل داروگر آماده است. برای دندونامون چی؟ خمیر دندون قورقوری. قوری قوری جون گل کاشتی، هر چی که خواستم داشتی. نشانه داروگر، درخت نخل تلاس، محصولی از قورقوریه، دوست همه بچه هاست داروگر. اسمم بابا بقیه، میدونید کارم چیه. دلم میخواد همه جا که با کمک شما مصرف برق کم بشه، تا برقمون قطع نشه. مصرف برق کم بشه، تا برقمون قطع نشه. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش. مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه. موقع پخش کارتون برق تلویزیون اگه یه دفعه بره با صرفه‌جویی اما یعنی چه گاز بدم تون برونم، یعنی چه بالا میره مصرف سوخت و بنزینم. دنده که رو 4 بیاد، سرعت روی 80 بیاد. مصرف سوخت و سرعت تنظیم میشه به دقت. ای بابا من چند سال راننده ام، میدونم بنزین دارم تا برسم به مقصدم. مهندس چرا بنزین تموم شد؟ حروم شد. سرعت که بالاتر بره تا 125 بره، مصرف میره بالاتر تقریبا 2 برابر. تمام نکته و مطلب همینه که سرعت باشه معقول و بهینه. عزیز من مهربون، نفت دیگه نسوزون. میخوام سلام درست کنم. سلاد چیه؟ اولویه. حالا چی میخواد؟ ظرف بلور و خیارشون، سینه مرغ و تخم مرغ. دیگه چی میخواد؟ داری میبینی سیب زمینی، حالا یه شیشه سس دلپذیر. اگه بخوری نمیشی تو زیر. با این که تاج کاره، ببین چه کمی داره. این سس دلپذیره، راستی که کم نگیره. هر کسی میپذیره، این آخه دلپذیره. روستی روشن و شادا با کرم روشن کنندگی بابا. حالا